سلام و عرض ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز. امروز قصد داریم که نکات مهم درس پرورده عشق رو تقدیم شما عزیزان کنیم. این درس قسمتی از داستان لیلی و مجنون که اثر شاعر ارزنده زبان فارسی آقای نظامی هستش. چون رعیت عشق آن جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر. چون اینجا حرف ربط وابسته ساز هستش. رعیت به معنای پرچم، رعیت عشق تشبیه داره. جهانگیر کنایه از مجنونه. مه استعاره از چهره لیلیه. خود مه ایهام داره، یک معناش به معنای چهره لیلی و یک معناش به معنای ماه توی آسمون هستش. لیلی اینجا با توجه به واژه مه ایهام داره، یک معناش به معنای لیلی همان معشوق مجنون هستش، یک معنا به معنای لیل که شب معنی میشه. آسمانگیر کنایه از مشهور بودنه. اما معنای بیت: عشق مجنون همانند ماه، پرچم خود را برافراخت و مشهور شد. هر روز خنیده نامتر گشت، در شیفتگی تمامتر گشت. خنیده به معنای مشهور، شیفته به معنای عاشقی. معنای بیت: هر روز عشق مجنون مشهورتر می شد و او در عاشقی کاملتر می شد. برداشته دل ز کار او بخت، درماند پدر به کار او سخت. برداشته دل کنایه از ناامید شدن هستش. بین بخت و سخت آرایه جناس وجود داره. همچنین برداشته دل آرایه تشخیص داره. درماند پدر کنایه از درمانده شدن در کار و عدم پیدا کردن راه حل هستش اینجا. معنای بیت: پدر مجنون در کار درمان عشق او به شدت درمانده و ناامید شده بود. خویشان همه در نیاز با او، هر یک شده چاره ساز با او. در نیاز با او کنایه از همدلی هستش. چاره ساز کنایه از به دنبال راه حل گشتن هستش. معنای بیت: همه قوم و قبیله مجنون برای همراهی پدر مجنون هر کدام به فکر راه چاره‌ای بودند تا مشکل او را حل کنند. بیچارگی ورا چو دیدند، در چاره‌گری زبان کشیدند. زبان کشیدند کنایه از نظر دادن. زبان اینجا مجاز از سخن گفتنه. ورا مخفف او را هستش. معنای بیت: خویشان و قبیله مجنون وقتی درماندگی پدر مجنون را دیدند، برای چاره‌جویی به نظر دادن پرداختند. گفتند به اتفاق یک سر، که از کعبه گشاده گردد این در. به اتفاق یعنی همگی، یک سر به معنای همگی هستش. با اتفاق
رابطه ترادف داره که از کعبه گشاده گردد این در، کنایه از حل مشکله. کعبه مجاز از خانه خداست، مجاز از زیارت خانه کعبه هم میشه این نکته رو گرفت. در اینجا استعاره از مشکلاته، اما معنای بیت همگی میگفتند که مشکل عاشقی مجنون فقط با زیارت خانه خدا حل می شود. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. محراب به معنای قبله یا جای ایستادن پیش نماز در مسجد هستش. زمین و آسمان بینشون تضاد وجود داره. بین جهان، زمین و آسمان مراعات و نظیر وجود داره. جهان، زمین و آسمان مجاز از همه موجودات هستش. معنای بیت: کعبه محل برآورده شدن حاجات همه موجودات جهان و عبادتگاه تمام انسان ها است. چون موسم حج رسید برخاست، اشتر طلبید و محمل آراست. موسم به معنای هنگام، زمان و فصل هستش. محمل به معنای کجاوه یا مهد هستش. در واقع نوعی صندلی خاص یا وسیله‌ای که روی شتر قرار میدادن که مسافری رو بتونن به این وسیله حمل کنن. چون حرف ربط هستش. اشتر طلبیدن و محمل آراستن هر دو کنایه از آماده شدن برای سفر هستش. معنای بیت: وقتی که هنگام حج فرا رسید، پدر مجنون لوازم سفر را آماده کرد، شتری خواست و کجاوه‌ای بر روی آن قرار داد. فرزند عزیز را به 100 جهد، بنشاند چو ماه در یکی مهد. جهد به معنای تلاش کردنه. بین جهد و مهد جناس وجود داره. بنشاند چو ماه در یکی مهد، اینجا تشبیه صورت گرفته. واژه 100 قبلا هم توی کلاس خدمت شما عرض کردیم که معمولا توی ادبیات هر جا که میاد نماد کثرت و زیادی هستش. اینجا هم آرایه اغراق داره، 100 تلاش یا 100 جهد. اما معنای بیت: فرزند عزیز خود را با تلاش بسیار و با احترام و به زیبایی ماه در کجاوه نشاند. آمد سوی کعبه سینه پرجوش، چون کعبه نهاد حلقه در گوش. جوش به معنای نگرانی و اضطراب هستش. حلقه ایهام داره، یک معناش حلقه در کعبه، معنای دوم حلقه گوش غلامان. چون کعبه نهاد حلقه در گوش آرایه تشخیص داره. سینه پرجوش بودن کنایه از نگرانی و بیقراریه. بین جوش و گوش آرایه جناس وجود داره. اما معنای بیت: پدر مجنون برای حل مشکل عاشقی مجنون مانند کعبه ابراز بندگی کرد و از خداوند بزرگ کمک خواست. گفت ای پسر این نه جای بازیست، بشتاب که جای چاره سازیست. مصرع اول کنایه از تشویق به جدیت هستش.
بشتاب یعنی عجله کن. بین بازی و سازی جناس وجود داره. معنای بیت: پدر به مجنون گفت فرزندم اینجا جدی باش تا چاره‌ای برای مشکل عاشقیت پیدا کنی. گو یا رب از این گزافکاری توفیق دهم به رستگاری. یا رب یا ندای رب منادا هستش. گو یعنی بگو. گزاف به معنای بیهوده هستش. گزافکاری کنایه از عاشقی هستش. معنای بیت: ای فرزندم بگو خداوندا مرا از این عاشقی نجات بده و سعادت رستگاری را نصیبم کن. دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم. دریاب کنایه از کمک کردن یا اینکه کمکم کن. بلای عشق تشبیه داره. اما معنای بیت: خدایا یاریم کن که گرفتار درد عشق شدم، مرا از بلای عشق نجاتم بده. مجنون چو حدیث عشق بشنید اول بگریست پس بخندید. حدیث به معنای سخن یا خبر هستش. حدیث عشق اضافه تشبیهیه. بگریست و بخندید بینشون تضاد وجود داره. اما معنای بیت: مجنون هنگامی که نام عشق را شنید اول گریه کرد و سپس خندید. از جای چو مار حلقه برجست در حلقه زلف کعبه زد دست. چو اینجا حرف اضافه هستش به معنای مانند. چو مار حلقه تشبیه داره. زلف کعبه اضافه استعاری هستش. زلف کعبه تشخیص داره. در حلقه زلف کعبه زد دست. دست در چیزی زدن کنایه از یاری خواستن هستش. بین جست و دست آرایه جناس وجود داره. اما معنای بیت: مجنون مانند مار حلقه زده پرید و حلقه در خانه خدا را برای یاری و حاجت در دستانش گرفت. می گفت گرفته حلقه در بر که امروز منم چو حلقه بر در. خب بیتمون 2 قافیه داره: در بر. همچنین حلقه در بر گرفتن کنایه از یاری و حاجت خواستن هستش. بین بر در مصرع اول و بر در مصرع دوم آرایه جناس وجود داره. بر در مصرع اول به معنای آغوش هستش. بر در مصرع دوم حرف اضافه هستش. اما بین در و بر هم آرایه جناس وجود داره. معنای بیت: در حالی که حلقه کعبه را در دست گرفته بود می گفت من امروز همانند این حلقه از وصال محرومم. گویند ز عشق کن جدایی این نیست طریق آشنایی. طریق به معنای راه و روش هستش. معنای بیت: همه به من میگویند از عشق دور شو
اما این کار راه و رسم دوستی و عاشقی نیست. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. سرشت به معنای ذات هستش. بیت واجارایی حرف شین داره. مباد فعل دعایی هستش. معنای بیت وجود من با عشق آمیخته شده و امیدوارم سرنوشتم با عشق تمام شود. دو بیت بعدی رو با هم میخونیم چون که معناشون در بر یکدیگر هستند و موقوف المعانی هستند. یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاهیت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. غایت به معنای نهایت، آخر یا انتها هستش. اینجا یا رب به خدایی خداییت، تو را سوگند میدهم، وانگه به کمال پادشاهیت، تو را سوگند میدهم. فعل سوگند میدهم به قرینه معنوی در دو قسمت حذف شده. اما معنای ابیات: پروردگارا تو را به مقام خداوندی و پادشاهیت قسم می دهم که مرا در عاشقی به نهایتی برسان که او بماند حتی اگرچه من زنده نمانم. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. بیت واجارایی حرف شین داره. بین مست و هست جناس وجود داره. شراب عشق اضافه تشبیهی هستش. اما معنای بیت: اگرچه عاشق کاملی هستم، اما از این حال هم مرا عاشق تر کن. از عمر من آنچه هست برجای، بستان و به عمر لیلی افزای. برجای اینجا به معنای کم کن، بستان بگیر، افزای زیاد کن. بین افزای و بستان تضاد وجود داره، همچنین بین افزای و برجای. معنای بیت: آنچه از عمر من باقی مانده است بگیر و به عمر لیلی اضافه کن. می داشت پدر به سوی او گوش، کین قصه شنید گشت خاموش. اینجا هم بیت واجارایی حرف شین داره. کین مخفف که این هستش. گوش داشتن کنایه از شنیدن با دقت هستش. گشت خاموش کنایه از ساکت شدن هستش. اما معنای بیت: پدر مجنون که به سخنان پسرش گوش میداد، ناگهان ساکت شد. دانست که دل اسیر دارد، دردی نه دوا پذیر دارد. بین درد و دوا آرایه تضاد هستش. دل اسیر دارد کنایه از عاشق بودن هستش. معنای بیت: فهمید که دلش اسیر عشق است و درد عشق مجنون درمانی ندارد. این بیت واجارایی حرف دال داره. خب عزیزان، امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. همه شما رو
تا دیدار بعد به خداوند بزرگ می سپارم. التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار همگی.